اکثریت گناه ها از زبان ناشی می شود. اکثریت گناه ها از زبان سرچشمه می گیره. ما بعضا فکر می کنیم که خداوند دیگه ای دانه به ما داده، هر چی که پیش آمد خوش آمد. نه خیر، اشتباه. اگر الله متعالی نعمت بر ما داده، پس استفاده درست از ایران به ما یاد داده. در دیگر جای از قرآن الله متعال می فرماید و من احسن قولا ممن دعا الی الله، و چی کسی نیکوتر از کسی است که مردم به سوی الله دعوت کند و سخن نیکو بگوید. این آیه نقش هدایتگر کلام است. و باز هم در دیگر جای از قرآن می فرماید و قل عبادی یقول التي هی احسن، و به بندگانم بگو هنگام سخن گفتن سخن نیکو بگوین. ببینین باز هم یکی از استفاده درست از زبان در قرآن، از آدرس قرآن. بعضا جملات به نظر ما خیلی ساده میآید. یک جمله دوستت دارم میشه به جانب مقابل ما امید ببخشه، و یا یک به تو باور دارم میشه مسیر زندگی یک دوست ما را تعیین کنه. پس قدرت کلام عادی و معمولی نگیریم، خیلی یک تاثیر بزرگ داره. رسول اکرم میفرماید المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کسی است که دیگه مسلمان ها از دست و زبانش در امان باشه. نه ای که در مجلسی داخل شد بگن این باز آمد، باز چی تهمتای خود در پای ما کرد، باز چی دروغای خود گفت. انسان ها از دیدنت احساس غمگینی و ناامنی کنن. اگر همین قسم باشه پس باید در ایمان تجدید نظر صورت بگیره.